احمق هنوز خیلی چیزا رو با هم امتحان نکرده بودیم. چرا رفتی؟ همه چی امتحان کردیم، ما با چی امتحان نکردیم؟ ترکیب تریاک و یخمک. زود. یک خاک تو سره. ولی کمرم شکست. ای خدا انقدر ناراحت شدی آواز؟ نه بابا تابوتش خیلی سنگین بود. ببین فردا نیام ببینم با این قب بغلی صمیمی شدی یا دوست صمیمی تو فقط ماییم. خدا یه عکسی با خدا بیامرز نگرفت. تا زنده بودی هم صمیمی بودیم، یه عکس نداریم با هم. بیا الان یه چند تا عکس باش بگیر. با قبرش؟ آره. فقط آباج رسیدی جهنم حتما بیا تو خوابمان بگو گدازه چندون بودی که اگه ما مردیم بیایم همونجا دور آتیش یه فرامرز اصلانی بخوانیم. خودت که دستپخت جمع بود بعد مراسمتن یه زرش پلو با مرغ دادن مزه زخم میدن. نوشابهش هم چند بود آباج، بعد نوشابه زرد. بشکن سیف بشکن. بیا گوشیت هم شکستیم دیگه خیالت راحت. تمام اطلاعات پاک شد آباج. خرید. کریم پیام داده گفته توپم افتاده تو دایرکتتان، میتونم بیام برش دارم چه بگم؟ اون مرده دیگه الان نمیتونه جواب تو بده. خدا من دیگه مشاوره از کی بگیرم؟ بدبخت شدم آباج. خب ببین ما بریم دیگه. خدا بعد خواستم مامانم اینا رو بپوشونم میگم سر خاکتون. حواست باشه. خدا